یکی از شاه قصه ها عاشق خربزه بود. هر وقت خربزه میگفت بیارم بخوره، وزیرش رو صدا میکرد، میگفت بیا من عاشق خربزه‌ام، خربزه با هم بخوریم. و اولین قاچم که میبرید میداد دست وزیرش. بعد خلاصه یه روز صدا کرد وزیره رو، یه قاچ خربزه داد دستش و اونم شروع کرد خوردن و یه قاچم برای خودش زد و اولین گازو که زد خربزه خود حالت دیدی که چه زهر ماری میشه وقتی خراب میشه. شاه گفت توف این بعد نگاه کرد دید وزیره همینجوری داره میخوره، چیزی بره خوش نمیاره. گفت پس تو چرا نمیگی که این انقدر گندیده است و بد طعمه و اینا؟ وزیر گفت من یک عمر از دست تو خربزه شیرین گرفتم، حالا یه بارم اینجوری شد، چرا باید بگم؟ خیلی از ماها خدا مدام برامون خربزه خوشمزه میگیره میده دستمون، یه بارم